درود بیننده های عزیز، مخلصان فوتبال، با انجام چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال ما در برنامه فوتبال تاجیک با متصدیان، راهبران و سرمربیان دسته های لیگ عالی و یکم مملکت صحبت خواهیم آورد و این شام در صحبت ما سرمربی دسته ریگر ترز شهر ترسونزاده زینالدین رحیموف حضور دارند. خوش آمدید. صحبتی که ما در آغاز موسم کرده بودیم، شما در اونجا وعده داده بودید که ما در ششگانه جام میگیریم، اما یک زینه پایانتر آمد. بله، خیلی میگیم که همینجوری هفتم هم خیلی خوب است، یعنی که نظر به پورنکی ریگایت از لیگ اولی غلطی داد. جوی هفتم خیلی میونه جدول میونه یک چیزی که میگیم دو دسته که ما شانس داشتیم با دسته برقچی و در خونه خنو قبول کرده و با دسته پنجشنبه ما بوی دادیم یک نو. این همی کم بودیم، ممکن ما جوی پنجم میگرفتیم. این همی قدمی خطا شد، برای جوی هفتم شد. به هر صورت فکر میکنم که راهبریت دسته از مقام هفتم گرفتن دسته راضی اند. بله، اصولا شما در آغاز بسیار خوب آغاز کردید، بعد یک زم رکود رفتید. بچه‌ها هم سرجم میکردیم، مثلا گم میزد هر یک بازی مثلا بردی و یا خصوصا میگفتیم نتیجه تبلیغ را نگاه کنیم بچه‌ها که چندم جور رفتیم، ما امکانیت داشتیم با جای سیم مبارزه بریم، شانس داشتیم که جای سیم. بله در اول. بله، اگر میدو دسته که ما میزدیم، دسته که برقچی قطی پنشیر اینا میمون شکستن، نتونستیم. در همون سرگاه کار در آغاز موسم شما عموما توانستید که همه دسته رو کامل کنید. بله، برای چی؟ برای که مو کای که مرا دولتов که مرا شناس کرد قدی دسته ریگر یکم روزایی که نیمی دسته شاگرد خود میدن، هم صحبت گپ زدیم، اما نقص در مشق تمرینایی که ما میگذاشتیم هم خنده قطعی هم چی قطعی فضای دسته ناز بود عموما. بله. خب پس چی شد؟ فکری ما که ممکن ما کمتر یا دیرتر رسال کنیم، برای که ما باور نداشتیم که لیگ اولی برآمد میکنیم. امی اتاپ فیزیکی را که نمی اوزیم یا خیر دستو ایموی دکابر سال میکنیم که انوار سال میکنه، ممکن امی نرسیدم شاید حساب فیزیکی نرسید. برای که ما دیدیم که دستایی که رفشانی کلوب خاطی ما برآمد کردیم، ما در خونه بوی دادیم رفشانی کلوب دا. بله. دسته استقلال دا چمپیون ما در خونه هم بوی دادیم. عموما اگر همین با آمار دسته شما نگاه کنیم، هم با دسته روشنی کلوب، با دسته استقلال دوشنبه و کلوب مرکزی ورزش ارتش، اصلا سه دسته پرقوت تاجیکستان چمپیونات ما شما بازی ها رو باختید. یعنی امکانی با اینها بازی کردن نبود یا اینکه چی بود؟ یعنی چیزی که شما قید کردید، امی سه دسته رو خیلی خوش میکنیم با دسته خوجند رو هم با دسته وخشه واسه فیزیکی زوم نرسید. فیزیکی برای چی؟ برای که هر یک مربی مثل دسته رو میخواد بینکی سختی بلند باید باشه. بله. من ندیدم این شخصا ریگاره ایسو چی که موضوع گفتید تونست معقول کنه، ایسو بین پسیکولوژی و ایسو بینمی گپ زدن مثل سرجم کردن اینه هر بچه بازی میکنن ایسو پروفسیونالیسم. بچه‌ای که ما مثل غویبالی دولتов که بازیگر که ما جمع کرده آورده بودیم، مثل ایامی ایسو بچه بازی میکنن. نو ایسو فیزیکی بگیم که نه نتونستیم تری دستایی که ازش مقایسه کردن بیاد مشکل بود قیمت بله. بدن همین خیلی مثلا دعوت ها و مثلا طلبات هایی که ماس کدام بازیگر رو شما میخواهید اونها بیارن. لیگ اولی من تماشا نمیکردم، این شخصا تاجیکستان تماشا نمیکردم، وقت نبود مثلا تماشا کنم. یعنی دسته ها رو هم نمیدونستید؟ نمیدونستم بازیگر رو نمیدونستم. در روش بازی یکم کلوب بود شدنده من دولتов گفت که زنی یگو بازیگر دعوت که بیو کی من نمیشناسم، غیر شاگرد خودم مثلا اون بچه‌ای که بدیم یعنی تیمی عبدالسلام داده و یادم که خیلی کنترکت دارن قطعی دستو دیگه و ما دعوت کردم نمیتونستم، تا نمیشناختم بازیگر رو. این اولین جام شما همچون مربی است، درست؟ چه احساسی هست پس؟ بله، این چیزی که من خودم قید کردم که کوبک 30 سال گذشت بعد که ما دسته که همچون سرمربی دنده ما کوبک گرفتیم سال 2024. شما همچون بازیگر 30 سال پیش همچون بازیگر من خودم دسته کاپیتانی دسته رفشان کلوب بودم هم سال 94. اگر خطا نکنم با دسته شادمان بودم. بله همین کوبک
30 سال امی کوبیک جمهوری مخنه ورداشتگی این چیکار توغری شد که بعد 30 سال همچون سرمربی امی جمهور ما گرفتیم امی کوبیک ما گرفتیم. تا جای من شما رو میشناسم شما با دسته ریگر کاملا مخلصی نمیکردید. اما حال حاضر محبتتون بر ریگر خیلی زیاد است. بله اینش شما درست قید کردین که ما خودم مثل هم سرمربی رفشن کلوب دینامو مثل بودم در مکتب مهارت ورزشی در که سرمربی چه بگم ناز نمیدیدم اکی تاریخ نیو. بله نفرت نیو اما مخلصی نمیکرد. نه مخلصی نمیکردم ریگر نو از اونجا که وزی مخدوم سرمربی ریگر ما دیدم بیاد امی دستایی که کموجویی که داره کموجویی نیکی طلبگرش بسیاری باده ریگر تداست. بار میکنین بسیار طلب میکنن. تاکید نشود. یا خیلی چیو با ریگات از نمیبرن. شما از لحاظ چی در نظر دارید؟ از لحاظ مثلا بندوبست دسته، انفراستراکتور ورزشگاه، میدان چی رو در نظر دارید شما؟ همه چیزه. همه چیزه. یگان مراتب در همین روند چمپیونات شما کمبودی نگرفتید معاش و مبلغ همین خیلی داشتید یا نه؟ گپاروز نه نبود. همه وقت 100%. همه وقت. اگر هم تو با برآمد شما در چمپیونات و عموما در بازی‌های کوبک نظر کنیم ریگر تداس 10 غلبه در سفر دارد. 10 غلبه در سفر دارد. اصلا گفتن ممکن که ریگر دسته سفری بود یا دسته شما اوزی گپی دولت فگفتین. خوبه. وای خیلی ما یخیلنده شد. بله وای من در میگم زنین این خیلی مو دسته مو چی دسته سفری در خونه میگم موقع چی نمیتونیم بردن در سفر یک دسته ریگر اونم خیلی در سفر برام قد مو گفتیش مو بسیار خوبی بسیار در سفر رفتگیم. بعد از چند دور شما چند بازیگر خود رو از دسته البته وای کردید به قولی که جواب دادید ایواز کردید مثلا آهسته دسته شما هیئت شما کاملتر میشد. من درباره لگنرهای شما میخواستم صحبت کنم من که اصلا میان جانسون و فریپونگ چی فرقیتی بود که بعداً فریپونگ همچون یک هجوم کننده اساسی در ریگر شد؟ چی میگم مثلا جانسون فرق چیش استراکچور بازیش دیگه بود فریپونگ دیگه بود. معلوم بود که مثلا فریپونگ مکتب گذاشتگی نبود. فکری ما من ممکن خطا کنم. چی بگم اما در زمیرش فوتبال بله جانسون معلوم بود که کاملا چیش دیگه بود. برای اون که خیلی بسیارتر زبان روسی را که من میدونم انگلیسی رو خونی قطعی کم هم صحبت میشه. بچه‌ها توجی که انگلیسی گم میزنن. گپایی که در کری ترجمه کردن نمیتونن. مثلا ترجمه کنی که مدت کاری وقت نداره چی نداره. این نبود که ما قشنگ بشیم صحبت شه مثلا چی خیلی یعنی جزئیات رو باید میفهمون. بله انا مثلا خطای ما این خطای ما خیلی مثلا که خطا رو مثلا میگیم مثلا که وقت کات بسیارتر میشه قطعی دیگه رو علاقه زبان انگلیسی رو با آموختن سر کردید. میکردیم اینطوری باید ما بفهمیم که چی خیلی چی کدوم صاف تا کدوم چه نو بو میگم نظر با جانسون فریپونگ فرقیت کلام بود. جانسون کمتر سنسورش کلانتر بود. از همین لحاظ شاید قدرت توانید 90 دقیقه بازی کردن نداشت. دروازه‌بانی آورده تا خیلی دروازه‌بانی خیلی خوب. خیلی مدت چی بگم دروازه‌بان ما که ابراهیم خط نمیزنیم برای که ابراهیم هم دروازه‌بان خوب است. ای پانی خیلی حساب قد معلوم بود اگر شما میاد باشین تیبور باشین که چخه یکم پاسش خیلی ای بله چخه میپاده میخونه بازی را مثل گجودا استاس گجودا تیز امی اولاد خیلی چخه بم انا این صفات ها برای دروازه‌بان بسیار مهمه. دروازه‌بان نمی دسته بله بود فکر کنه کی ما ساکن بازی را کی چیکار کنم کی ما دام بتم بازی رو کی دام نتم مثل ای بسیار ای دروازه‌بان واسطه از سال آیند از موسم آیند همکنون 5 لگنر در میدان بوده میتواند در یک دسته در دسته 7 نفر بوده میتواند اما در میدان 5 نفر. با فکر شما چی است؟ ما خیلی بوی دادیم بچه‌های تاجیک خیلی بوی دادیم. این اوزی خیلی که این رو ما باید از اول راه اندازی میکردیم. بله ما باید چی میکردیم این کوز نگاه کنین بچه‌های تاجیک کم هستن. بازیگر بسیار مشکل یافتن بچه تاجیک نیست نداریم اصلا باشن کنترکت رو امضا کردگیان از خیلی یافتن هستن نو اون فلسفه ماده که مثلا در کره از کم انتری ماده مثلا خیلی امضا لگم 5 لگنر بازی میکنه 5 بچه تاجیک
мо мисол бигем که من پس زدن نیست بچه توجیه کرد در دسته ریگر که امسال بازی کردیم 7 نفر که لیگانیر بود بسیار فایده همین بسیار بازی رو به قول آنها میکشیدند. بله بله. یعنی از این کار باز هم همون دسته های برد میکنن که در هیئت خود بازیگران تاجیک تباری خوب دارند. بله البته خیلی کار میکنن. اما از یک حساب دیگر این البته برای فوتبال تاجیک در عموم فایده کلان. بله که بچه تاجیک بسیار بود باشه از مکتبا بود کار سخت بود رویان. چقدر که زبان میبرن مثلا مسئولات ما بودم خیلی بود کنیم موزی. بچه تاجیک بسیار بود مکتبا رو بود اعتبار بسیار. بله یکی از مسائل های داغ چمپیونات ما این هم وقت همین فعالیت داوران است. فعالیت وار است. سوال سختی سوال. چرا؟ ما اصلا در روند صحبت با دیگر متصدیان و سرمربیان هم البته این سوال رو میکنیم چون که ببینید که من همین وار خودش یک چیزی نو است در فوتبال ما. البته حالا ما پره با آن شناس نیستیم، کامل نیستیم. از لحاظ تکنیکی هم مثلا تلویزیون نمیتواند که مثلا از همون زاویه های درکاری انا همون حالت رو برای بیننده نشان بدهد، برای خود داوری وار نشان بدهد، برای داوری مرکزی نشان بدهد که او آماده مثلا این حالت رو بیند. و هر صورت خواه نخواه کدام دسته خب با قولی که از این چیز تلفات میبینن یا برد میکنن اندیشش مو چی است؟ ریگر تداز در کدام حالت بود؟ با فکر ما اولی موارد تیار نیستیم. با که چمپیونات بوندسلیگا تماشا میکنیم، انگلیس که پرمیر تماشا میکنیم، آیا کنج آیا تاوتور آیا جویشون دوست وار میبینیم والله تا میبینی. امور ببینید یک طرفش این نمیفهمی بود نبود چی بود نظری خیلی کی ایتن میسولو بسیارن نه فقط ریگر تداز. میسول ما یک جدا خفای میسول یک جدا ما خرساندم. اما من فکر میکنم که به هر صورت ما آهسته آهسته با این چیز هم عادت میکنیم هم باید که ما با این چیز سخت وارد شویم چون که فوتبال حاضر زمان همین است. باید چقدر که چیز جوان طلب میکنه ما باید برابر باشیم. بله معیارها بی نمیشه اگر که برای چی میگم میسوم نه فقط در ترکیه برآمد میکنیم چقدر که اوسیدا که برآمد میکنیم ما باید اینو باید تیار باشیم. اگر ما تیار نباشیم هم که ما میسوم ورم نداریم خیلی برای امکانیت همیشه تشکر گفتن کنیم. منتخب ملی ما ماه مارس سال 2025 علاقه اولین بازی خود در مرحله گروهی جام آسیا بازی میکند. چمپیونات ما بر وقت‌تر شروع میشود. یعنی این به فایده کار است یا اینکه بله صد ما روزی وقتی ببینین این من نمیدونم کدوم سبب خیلی یوری فدراسیون آخرین بازی مو اینا که بود 10 دکتر ببینین خیلی درست نمیاد. یک دستای یک دولت‌های مثل همسایه‌های ما ازبکستان، قرقیزستان چمپیونات شد و کیم که بود امول هم رفت است. دسته‌های ما اصولا عادت کردن که در ماه اپریل موبایلوش نه یا گاخی. بله شروع میشود بگذار در اول‌هاش هم که باشن. یعنی برخی از مربیان با اون نظر هستند که اگر در ماه اپریل شروع میشود مثلا یک ماه دیگر اونها فرصت دارن که با چمپیونات آمادگی بگیرن. برخی ها مثل شما میگن که نه بگذار در مارس شروع شود چون در اکتبر تمام شود که مثلا در نوامبر و دکبر مثلا چون که در دکبر اگر برف و باران شود و ورزشگاه ها قریب که در بعضی بازی ها کسی نمی رود. بله شما با همین نظر هستید؟ نه فقط برای که موی مارتی که روزای سرشای بهارای میفهمین تمرینایی که میگذارن تست هم میگذارن موی ینور مرحمت مثلا اگر که شود تورنیر ففته چی شود موی فوریه مرحمت دستو تیار ابینی که هیچ چیزو را زمستون را میگذاری این چمپیون موی اپریل موی مارد هم چیکار کنیم مارتی درست چیکار کنیم باشه من شما را درست میفهمم. خب سوال کشاد البته این است که شما در ریگر میمونید یا میروید؟ این سوال نقص ولی موقعی دولت اصول مصلحت میکنیم گام میزنیم. تصمیم خود شما چی است؟ اما من خیلی سودانیم خیلی البته سودانیم. یعنی همه چیز در ریگر شما را قانع میکند. یعنی بله اون چیز نیست. باشد. خب ما باور داریم که شما در ریگر البته خواهید ماند. خب از همین زاویه همکنون سوال رو میگذارم. پس نقشه هست که شما در کجا مشق‌های آمادگی دسته را خواهید گذرانید؟ جمع آمدی خود رو در کجا میگذرانید؟ ریگر بله او شرطی نقض داره. اون چی ما
همچون که با خارج کشور سفر کردن نیست؟ ممکن ازبکستان دا که ممکن بگذاریم، ممکن خوجند دا که ولیش وابسته شرایط، وابسته مبلغ. ولی سمتر من نمیدونم کم چند سال ولی منم سمتر تقسیم کردن چه خیلی چیوشه شرایطش نگاه کرده ببینیم بعد. اما من گمان میکنم که حال حاضر این هیئتی که در اختیار شما بود، این هیئت البته شما رو قانع نمیکند و تصمیم دارید که البته کسی رو دعوت کنید به دست. البته چیزی که ما خفاگا بگردیم بازیگر توجیک از قینه یافتن. لیگنر رسونه لیگنر همی امریکا هم زنگ بزنیم در میان از لیگنر و توجیکش نیست. توجیکش کمه. ولی توجیکوی نغزه با فکر من رو دستای چیو اسپانسر چیو بقواسش با فکر میگرفتن. الکی گرفتن. بله. اصولا همین نقشه میان کیها بسته می شود، یعنی در سرجمی با کیها بسته می شود، مثلا سرمربی، سردار دسته، دیرکتوری تکنیکی، دیرکتوری ورزشی، که مثلا همین مبلغ معین میکنن که امسال برای روزانه زمستانه مثلا برای دیگر فرضاً 10 میلیون سومانی جدا می شود. این است. نه اگه سمیتر گفتگی شما یه روبریت میکنه مربی مدیده تقسیمات میکنیم. هر بازیگر چخیلی که میگفتن که هر یک مبلغ گفتگی با منت خود سولی که بعد دیدم کیهانی طلب میکنن. با میگم اینجا بسیار وابستگی ای مربیو که تو امین نقد میای یا نمیای. فوتبال ما پیش رفته است یا که اشتیاق آنها بلند شده است؟ نه فوتبال هم خیلی پیش رفته. فوتبال ببینید که موضوعی که مثل بازی آفریقا بازی میکنن دست همین استقلال دست همین رفشاری کلوب اصولا متسیسکا برآمد میکرد. خیلی قینه از این مال کانت قینه کانت مشکل است نو خیلی. به هر صورت خوب ما چون درباره پیش رفتن فوتبال گفتیم، همکنون من میخواستم در فرجام به این سوال جواب بگوید. چند روز پیش کنگره فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار گردید و در آنجا 4 سال فعالیت فدراسیون فوتبال تاجیکستان بر رشته تحلیل کشیده شد. خب شما نفری هستید که اصولا در فوتبال هستید، آلوده هستید که همه رکن و پهلوهاش را میدونید. خب از نگاه شما همین 4 سال چگونه سال بود؟ بلکه چی مرحله بود؟ اون چیزی که مناتی فدراسیون مناتی که پرزیدنت فدراسیون مو که همین کار رو کرد برای فوتبال ما پیش رفته است. اگر مناتو که نمیکردن ما پیش نمیرفتیم هیچ وقت. ببینین اگر خیلی ثبوت که ما دیدیم در کنگره که شما گفتید ثبوت که ما دیدیم چند مبلغ چیشید صرف شد. چند مثلا مخمه ایده دیدگیم چند تا مسابقه شدن، چند تا مسابقه گل کنه شدن، لیگ دیم لیگ یکم اصول نیست. فوتبال ما در چمپیونات جهان برآمد. ما منتخب ملی در چهاریک فینال جام آسیا. یا من منت همین که منت همین توش پرزیدنتی ما که فرمو میتیاد کروج روش دیسن. تشکر از شما. خب دوستان عزیز، یک صحبت داشتیم با سرمربی دسته رگرتد از شهر ترسون زاده زینالدین رحیموف. برای یک صحبت خوب و خوششان با اون کس از نام همه بیننده های عزیز اظهار سپاس میکنیم و خاطررسان میکنیم که سلسله صحبت های ما با مربیان، سرمربیان و متصدیان و کارمندان دسته های لیگ عالی و یکمی مملکت بعد از انجام چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال در برنامه فوتبال تاجیک ادامه خواهد کرد. اینجا باشد برنامه ما به انجام میرسد. خیر.